صدها نفر برای شادباشی تیم المپی تاجیکستان به فرودگاه آمدند. از پاریس ورزشگران تاجیک بار اول با 3 مدال برگشتند. مدال اولین تاجیکستان را جودوکاری معروف تاجیک سامان محمدبکوف در وزن تا 81 کیلوگرم به دست آورد. این نه تنها مدال من است، این مدال تمام مردم سربلند تاجیک است. همچنین به این ورزشگران 200,000 سامانی جایزه مالی، خانه و ماشین نیز تقدیم شد. صاحبان مدال‌های المپیاد پاریس میگویند هدف نهایی آنها به دست آوردن طلای المپیاد است. کارشناسان بخش ورزش هرچند در یک المپیاد یکباره صاحب 3 مدال شدنی ورزشگران را دستاورد خوبی می‌دانند، اما پیشنهاد دارند که باید برای مدال‌های بیشتر در المپیادهای بعدی اصلاحات و برنامه‌ریزی‌های جدی صورت بگیرد. می شود در این ساحه اگر که مبلغ گذاری کمتری نستر باشه و توجه به دهات باشه، از دهات سر کرده می شود که در المپیادهای آینده ما هم طلا بگیریم. این کارشناسان همچنین نبود مرکز معاصر المپی با شرایط تمرین و اقامت، نداشتن معاش المپی، کم بودن متخصصان و مربیان معاصر، کم جلب شدن متخصصان از خارج کشور و عامل‌های دیگر را مانع‌ها برای به دست آوردن طلای المپیادها عنوان کرده. از تاجیکستان در المپیاد پاریس امسال 14 ورزشگر شرکت کرد که 11 تن در رشته‌های جودو، باکس، کشتی آزاد، تایکواندو، شناوری و ورزش سبک به مدال ماندند. ورزشگران تاجیک در هیئت تیم منتخب المپی در بازی‌های تابستانه المپی از سال 1996 شرکت می‌کنند که همگی 7 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آوردند. همگی در 4 المپیاد ورزشگران تاجیک مدال گرفتند که نتیجه بلندترین تاجیکستان سال 2016 مقام 54م با یگانه طلای گرزانداز دلشاد نظرف در بازی‌های المپی ریو دی ژانیروی برزیل بود.